الرحمن الرحیم. محفل امشب تاریخ 12 ماه دسامبر 1994 مطابق با 21 قوس 73 در خانه دوستی عزیز ما و هنرمند بسیار خوب و خواننده شعر مغول دختر استابالو خیال محمد جان و تاج محمد جان برگزار میشه که این محفل با شرکت محترم صفتر توکلی صاحب، امان جان یوسفی، صفتر علی سروش، چمن علی، خلیفه غفار، عبدالخالق و چمن علی وشو و همچنین دوست عزیز ما انور علی ملنگ، حسین مزاری، حسین علی و هنرمند بسیار شهیر، خوش آواز و چهره دست حسن علی صاحب نزد این محفل تشریف دارن که این جلسه با حضور عزیز دوستان منور شده. امیدوارم کسیتی که فعلا ثبت میشه به طور یادگار از این محفل باقی بمونه. البته کسی شخصا برای خانه میزبان ثبت شده، امیدوارم که فقط پیش خودش بمونه، همچنان یادگاری دوستا. تشکر، با احترام، داود سرخوش. مذهب عاشقان روا کی باشد، من دست تو بوسم و تو پای دیگری. در مذهب عاشقان روا کی باشد، من دست تو بوسم و تو پای دیگری. لیل فدای تو گردم، یواش را می روی را گشتنای تو گردم، یواش یواش را می روی را گشتنای تو گردم. شیرین لبت بنای شکر میماند، روی تو به کلچه قمر میماند. هر کس که به بالین تو سر میماند، بر نازک رشمه تو در میماند. هر کس که به بالین تو سر میماند، بر نازک رشمه تو در میماند. لیل فدای تو گردم، قد و بالای تو گردم، چشم سیای تو گردم، خاک پیش پای تو گردم. یواش یواش را می روی را گشتنای تو گردم، یواش یواش را می روی را گشتنای تو گردم.
زمین سیر نشد. بیا که برویم به پیش استاد اجل، مردن خو حق است ولی جوان